به نام خدا. دوستان خوبم، سلام. اینجا PC موبایله و من دارم اولین ویدیوی خودم رو در یوتیوب و آپارات فارسی برای شما آپلود میکنم. اومدم با یه آموزش، قصد دارم واسه شروع آموزشم از ابتدا شروع نصب برنامه روی ویندوز رو واسه شما دوستان عزیزی که یه مقدار مبتدی تر هستین و تازه سیستم گرفتین یا میخواین برنامه‌های جدید نصب کنین. خب حالا به هر دلیلی بلد نیستین یا هر چیزی، این آموزش روی تمام بازی ها، برنامه ها و ویندوز ها کار میکنه و مخصوص ویندوز خاص یا برنامه خاصی نیست. یعنی شما با این آموزش میتونید تمام بازی ها و برنامه های مد نظرتون رو روی هر ویندوزی که خودتون دارید و مد نظرتونه نصب کنید. قبل از شروع ویدیو اگه از این قبیل ویدیوها خوشتون میاد من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار ویدیوها رو بزنید تا ویدیوهای جدیدی که گذاشتم واسه شما اطلاع داده بشه. بریم سراغ آموزش. اول از همه به نیاز به یک اینترنت دارید. نسبتا سرعت خوبی باید داشته باشه اینترنتتون. من میخوام یه ریکوردر واسه لپتاپ نصب کنم که نصب این ریکوردر با نصب هر برنامه دیگه هیچ فرقی نداره. همین روند رو میتونید برای هر برنامه طی کنید. یکی دو تا برنامه که نصب کنید کاملا روی روال میفتین و اصلا چیز سختی نیست. وارد گوگل کرومتون میشین. خب زبانتون رو اگه میخواین برنامه خاصی رو نصب کنید همون انگلیسی بذارید، اما اگر میخواین برنامه رو به صورت فارسی بنویسید زبانتون رو فارسی کنید که با راحتی بیشتری بتونید کارتون ادامه بدید. من میخوام یه ریکوردر، حالا فرق نداره، می‌نویسم ریکوردر برای لپتاپ. خب من ترجیحم اینه و شما هم سعی کنید برنامه هاتون از سایت صاف 98 دانلود کنید که سایت خیلی خوبیه. اینجا نشانگر موس من روی این سایت هستش، saf98.ir. خیلی برنامه و سایت جالب و قابلی هستش. خب میاد پایین. برای هر برنامه و هر ریکوردری شما بخوام، من میخوام همین ریکوردر اولیه، حالا شما میتونید این یا هزاران برنامه دیگه‌ای که توی مارکت وجود داره رو دانلود کنید. من میخوام همین ریکوردر اولیه رو برای مثال برای آموزش دانلود کنم. ادامه مطلب رو میزنید، منتظر میشید که بالا بیاد. خب اینجا نوشته نسخه 64 بیتی، نگاه کنید نشانگر موس من رو، نسخه 64 بیتی و نسخه 32 بیتی. حالا چجوری بفهمیم که سیستم ما 32 بیتی یا 64 بیتی؟ میایید روی مای کامپیوترتون، اینجا یک کلیک راست میکنید، گزینه آخری پراپرتیز توی ویندوز 7 و 10 یه طور هست. خب اینجا میایم قسمت سیستم تایپ، یعنی مدل سیستممون. سیستم تایپ ما نوشته 64 بیت، پس ما برنامه‌ای رو می‌خوایم که 64 بیت باشه، یعنی 32 بیت به درد برنامه، به درد سیستم ما نمیخوره. میایم نسخه 64 بیتی که اینجا نوشته همون اولی رو دانلود کنید، روی دانلودش بزنید. این پایین شروع میکنه به دانلود کردن که حجمش هم چیزی حدود 30 مگابایت هستش. یه نکته دیگه هم که باید به شما بگم این پسورد فایل هست. اینجا توی صاف 98 روی این صاف 98 اینجا یک کلیک کنید، پسورد کپی میشه که بعداً بهتون میگم به چه دردتون میخوره. خب سرعت اینترنت من یه مقدار پایین اومده، من به خاطر همین ویدیو رو کات میدم که شما راحت تر بتونید ویدیو رو ببینید و در واقع حجم ویدیو اونقدر زیاد نشه که شما رو اذیت کنه. خب الان دانلود برنامه تموم شده.
میخوام بریم برای کارهای نصبش. این برنامه ببینید دانلود شده اینجا. برنامه‌ای که دانلود میکنید توی مای کامپیوترتون این قسمت که برید توی پوشه دانلودز یعنی دانلود ها اسم برنامه‌تون هست، ببینید بندیکم. خب این برنامه بود که من برای راحتی کار خودتون بندازید روی صفحه اصلیتون، یعنی یه کلیک کنید، نگه دارید، بکشید تا این بالا و رها کنید. خب ببندید پوشه رو، کلیک راست میکنید و اینجا نوشته extract here، یعنی extract یعنی استخراج در اینجا، یعنی اگه شما الان فارسی باشه کامپیوترتون نوشته اینجا نوشته استخراج در اینجا، شما این رو بزنید، اون کدی که گفتم کپی کنید اینجا پیست کنید. ببین این کد این صاف 98 که گفتم یه کلیک کنید کپی میشه. اینجا من پاک میکنم، دوباره می‌نویسم یه کلیک راست، یه گزینه پیست و اوکی. خب یه پوشه اینجا میاد به اسم بندیکم، وارد این پوشه میشید. ببینید فایل ستاپش اینجاست. این فایل ستاپ رو 2 تا کلیک میکنید، میگه انگلیسی. خب حالا زبان فارسی رو که فکر نمی‌کنم ساپورت کنه، چرا داره. اینجا میایم روی زبان فارسی مثلا اوکی رو میزنیم، یه نوشته next و نوشته بعدی، موافقم next بعدی و نصب. خب الان باید منتظر بمونیم تا نصب بشه. روند نصب یه مقدار شاید طول بکشه، واسه همین من دوباره ویدیو رو کات میدم واسه راحتی شما، یا نه نیاز نیست. خب مدار نصب میشه، چیز سنگین، برنامه سنگینی نبود به اون صورت که در حد 5 دقیقه این طرف ها مثلا زمان ببره. خب داره کارهای نصب این برنامه انجام میشه، منتظر میمونیم. خب و پایان رو بزنید. برنامه نصب موفقیت انجام شد. خب میگه نصب برنامه موفقیت آمیز بود. میبندیم تا اون برنامه ها رو. این پوشه نیاز بهش نداریم، حذفش میکنیم و این پوشه فایل ستاپ هم نیازی بهش نیست، این هم حذف میکنیم. برنامه به طور خودکار خودش داره باز میشه. بندیکم 2025. خب ما میبندیم پوشه رو، یا یه بروز ثانی هایی هست که انجام بدیم، ما میگیم نمیخوایم. خب اگه ضروری باشه که باید انجام بدیم، اگه ضروری نباشه میگیم نمیخوایم. خب برنامه باز شده، شروع ضبط رو بزنید، از صفحه فیلم برداری میکنه. حالا ما این رو برای مثال انجام دادیم که شما با طریقه نصب برنامه آشنا بشید. شما واسه هر برنامه دیگه هم که بخواید نصبش رو انجام بدین همین روند رو باید طی کنید و کار خیلی ساده و آسونیه و اصلا کاری نداره. تمام این برنامه هایی که روی این صفحه میبینید و حالا من زیاد بازی نصب نکردم، تمام بازی هایی که بخواید نصب کنید به همین طریق نصب میشن، اصلا چیز خاصی نیست. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. اگر از این مدل ویدیوها خوشتون میاد و اگر کامپیوتر دارین و چیزهای زیادی رو میخواین از این کامپیوتر بدونید، ویدیوهای من رو دنبال کنید، من رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره. خیلی دوستون دارم. خداحافظتون و انشالله شاد و پیروز باشید.